مطمئنم که برای خیلی هاتون سواله که آمریکا چقدر سلاح به خاورمیانه آورده، کجا مستقر کرده، چه نوع سلاحی هستن و چقدر هزینه کرده. امروز اگر بر این باوریم که آمریکا فقط یکی دو تا ناو و کشتی جنگی به خاورمیانه آورده، احتمالاً بخش بزرگی از ماجرا رو نمیدونیم. من میخوام در مورد یک پکیج نظامی کامل حرف بزنم. یک بسته چند لایه‌ای نظامی که بر اساس تهدیدهای خاورمیانه طراحی شده. یعنی تهدیداتی مثل موشک‌ها، پهپادها، حملات ترکیبی و درگیری‌های چند روزه با شدت بالا. این پکیج نظامی از دریا شروع میشه. از آسمون عبور میکنه و روی زمین با پدافندهای موشکی و شبکه فرماندهی ترکیب میشه. در این برنامه نکات تکون دهنده‌ای رو خواهم گفت. نکاتی در مورد تجهیزاتی که در سکوت جابجا شدن. به نظرتون واقعاً این سلاح‌ها چی هستن؟ با من همراه باشید. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما رفقای عزیز. من امیرحسین برازنده هستم و خدا رو شکر میکنم که در خدمت شما هستم. و همچنین به خاطر اتفاقات ناگواری که در ایران عزیز افتاده بسیار بسیار غمگینیم. خب طبق گزارش ها ناو هواپیمابر USS آبراهام لینکلن به منطقه فرماندهی آمریکا وارد شده، یعنی در خاورمیانه، و همراهش هم چندین ناوشکن هدایت موشکی حرکت کردند و همچنین چند تا کشتی جنگی و 2 تا زیردریایی. همزمان گزارش شده یک ناو جنگی دیگه به منطقه اعزام شده. از طرف دیگه نیروی هوایی آمریکا نشانه‌های واضحی رو از جابجایی و تمرین گسترده در منطقه نشون داده. یعنی فقط صحبت از یک ناو نیست. خب بریم حالا بیشتر وارد جزئیات بشیم. اول بریم سراغ دریا. در لایه دریایی ستون اصلی قدرت آمریکا همون ناوگروه ضربته، یعنی USS آبراهام لینکلن. این ناو روزانه 8 میلیون دلار هزینه داره. یک ناو هواپیمابر آمریکایی میتونه هفته‌ها و ماه‌ها بدون وابستگی به جای عملیات انجام بده. روی چنین ناوی معمولاً 60 تا 70 هواگرد مستقر هستند. از جنگنده‌های چند منظوره بگیرید مثل F-18 تا هواپیماهای جنگ الکترونیک مثل E-18 گرالر که برای کور کردن رادارها و سامانه‌های ارتباطی هست، و همچنین هواپیمای هشدار زودهنگام مثل E-2 هوک آی که برای مدیریت نبرد هوایی قرار میگیره. در کنار اینها بالگردهای ضد زیردریایی. این ترکیبی که من خدمتتون عرض کردم، یعنی آمریکا از روی دریا هم شناسایی داره، هم اختلال ایجاد میکنه، هم میتونه حمله دقیق انجام بده و هم فرماندهی نبرد رو به دست بگیره. اما ناو هواپیمابر بدون اسکورت اصلا معنی نداره و آسیب پذیره. به همین دلیل همراه ناو چندین ناوشکن هدایت موشکی از کلاس آرلی برگ وارد منطقه شده. این ناوشکن‌ها به سامانه‌های رزمی ایجیس مجهز هستند. جالبه بدونین این ناوشکن‌ها حدوداً هر کدومشون روزانه 2 میلیون دلار هزینه شونه. این ناوشکن‌ها در نقش رادارهای برد بلند و هم مرکز فرماندهی و هم سامانه رهگیری میتونن بازی کنن. هر ناوشکن 10 سلول پرتاب عمودی داره که میتونه موشک‌های تاماهاک رو برای حمله به اهداف زمینی شلیک کنه. موشک‌هایی مثل SM-2 و SM-6 اینها برای دفاع هوایی بودن و موشک‌های ریم 161 برای رهگیری موشک‌های بالستیک. یعنی این شناورها هم ابزار تهاجمی هستند و هم سپر دفاعی. یه نکته جالب دیگه هم وجود داره. اونم اینه که موشک‌های داخل این ناوشکن بیشتر از 1 میلیارد دلار قیمتشونه. با حضور حتی 2 یا 3 تا فروند ناوشکن ایجیس، آمریکا عملاً یک حلقه دفاعی موشکی در منطقه ایجاد کرده. این یعنی هر موشک بالستیک یا کروز الزاماً فقط با پدافند زمینی مواجه نخواهد شد. از دریا هم این موشک‌ها رو رهگیری میکنن. این موضوع مستقیما محاسبات نظامی هر بازیگر منطقه‌ای رو تغییر میده، چون لایه دفاعی بیشتری الان وارد منطقه شده. خب بریم سراغ لایه دوم، یعنی آسمون. در لایه هوایی آمریکا تمرکزش فقط روی جنگنده ها نیست دوستان.
بلکه روی تداوم عملیات هم هست. در پایگاه‌هایی مثل العدید در قطر، الزفره در امارات، پایگاه‌های هوایی کویت و اردن، همه اینها هسته اصلی این لایه دفاع هوایی هست. در این پایگاه‌ها معمولاً جنگنده‌هایی مثل F-16، F-15 و در برخی از پایگاه‌ها F-35 هم مستقر شده. این F-35 ها حداقل خودش $80 میلیون قیمت داره و هر ساعت پروازش $40,000. هر کدوم از این هواپیماها نقش متفاوتی رو قراره بازی کنن. F-15 قراره برای حملات سنگین و برد بلند استفاده بشه. از F-16 قراره گشت و واکنش سریع استفاده بشه و از F-35 برای نفوذ پنهانی و جمع‌آوری اطلاعات استفاده خواهد شد. اما یک نکته مهم، جنگ‌های هوایی بدون پشتیبانی عملاً فلجن. ستون فقرات این لایه هوایی هواپیماهای سوخترسان هستند، مثل KC-135 و KC-46 که برد عملیاتی جنگنده ها رو چند برابر میکنن. در کنار اونها هواپیماهای هشدار زودهنگام مثل E-3 سنتری و همچنین هواگردهای شناسایی و اطلاعاتی یک تصویر دائما بروز شده از آسمون منطقه رو تولید میکنن. خب حالا بریم سراغ لایه سوم که روی زمینه. بله، منظورم پدافندهای موشکیه که قرار از نیروهای زمینی محافظت کنن. شاید مهمترین و کم سر و صداترین بخش استقرار آمریکایی ها باشه، یعنی همین لایه زمینی که کمتر کسی بهش اشاره کرده. خب همونطور که میدونین آمریکا در کشورهای مختلف منطقه سامانه پاتریوت و در برخی از جاها سامانه تاد رو مستقر کرده یا سطح آماده باش اونا رو بالا برده. حالا جالبه بدونین سامانه پاتریوت هر آتیش بارش حدوداً $1 میلیارد قیمتش و هر موشک رهگیرش $4 میلیون. این سامانه برای مقابله با موشک‌های بالستیک کوتاه برد و موشک‌های کروز طراحی شده، در حالی که سامانه تاد برای رهگیری موشک‌های بالستیک در ارتفاع بالا و فاز نهایی استفاده میشه. قیمت هر سامانه تاد $4 میلیارد و هر موشکش $10 میلیون. وقتی این سامانه ها کنار هم قرار می گیرن و به داده های راداری ناوشکن های ایجیس و هواپیماهای هشدار زودهنگام متصل میشن، یک چتر دفاعی موشکی چند لایه شکل میگیره. این یعنی موشک مهاجم اول توسط رادار دریایی کشف میشه و بعد در ارتفاع بالا توسط سامانه تاد ممکنه باهاش درگیر بشه. اگر رد شد در لایه پایینتر توسط پاتریوت رهگیری میشه. این ساختار دفاعی دقیقاً برای مدیریت تهدیدات موشکی طراحی شده و دست آمریکا رو برای عملیات تهاجمی بازتر میکنه. خب حالا یک نکته مهم، یک لایه پنهان مهم این وسط وجود داره دوستان. بله، مغز جنگ، شبکه‌ای که اصلاً دیده نمیشه. همه این تجهیزاتی که من خدمتتون عرض کردم بدون شبکه فرماندهی و کنترل فقط آهن‌پاره‌های گران قیمت هستن. مغز واقعی این آرایش نظامی شبکه‌ای از داده‌های دریایی، هوایی، زمینی و ماهواره‌ایه که در یک تصویر مشترک عملیاتی جمع میشه. این شبکه باعث میشه زمان بین کشف تهدید تا درگیری به حداقل ممکن برسه. در ادبیات نظامی این یعنی کوتاه شدن چرخه تصمیم گیری و همچنین افزایش احتمال موفقیت. بخش مهم ماجرا اینه که این شبکه از قبل در خاورمیانه وجود داشته ولی الان تقویت شده. به همین دلیله که خیلی‌ها فکر میکنن همه چیز ناگهانی اتفاق افتاده، در حالی که زیرساخت‌ها آماده بودن و حالا سطح آماده باش بالا رفته. خب این تجهیزاتی که من گفتم برای چه سناریویی آماده شدن؟ ببینید دوستان، این آرایش نظامی سنگین برای یک جنگ کوتاه طراحی نشده. این یک بازدارندگی سخته که همزمان امکان درگیری محدود یا گسترده رو داره فراهم میکنه. آمریکا با این چیدمان میخواد بگه که اگر تنش بالا رفت من توان ضربه رو دارم، توان دفاع هم دارم و همچنین توان ادامه جنگ بدون فرسایش رو هم دارم. این دقیقا همون چیزیه که معادلات منطقه رو پیچیده میکنه.
در آخر خدمتون بگم آمریکا به خاورمیانه فقط سلاح و تجهیزات اعزام نکرده، یک سیستم جنگی کامل اعزام کرده. سیستمی متشکل از ناو هواپیمابر، ناوشکن‌های ایجیس، جنگنده‌های ضربتی، هواپیماهای پشتیبانی، سامانه‌های دفاعی و شبکه فرماندهی. همه اینها با هم در یک قالب فرماندهی به هم متصل شدن. البته توجه داشته باشین این چیدمان برای تیترهای خبری ساخته نشده. برای لحظه‌ای ساخته شده که شاید هیچ کس ندونه دقیقاً کی فرا میرسه. اما وقتی شد همه چیز از قبل آماده است. آمریکا در خاورمیانه دنبال یک جنگ پرهزینه و بزرگ نیست. قبلا هم گفتم. اما داره خودش رو برای سناریویی آماده میکنه که اگر بحران از کنترلش خارج شد دست بالا رو داشته باشه. این آمادگی برای فردا صبح نیست. برای فردا شب هم ممکنه نباشه. بلکه برای لحظه‌ایه که شاید هیچ کس ندونه چه زمانی فرا خواهد رسید. نظر شما راجع به این همه تسلیحات و سلاحایی که آمریکا به خاورمیانه ارسال کرده چیه؟ خوشحال میشم شما هم تجزیه و تحلیل خودتون رو این زیر کامنت کنید. ممنون از شما.